منتخب جوانان تا 19 ساله کشور در دوره رقابت‌های دور دوم چمپیونات اساسیات فوتبال آسیای مرکزی با همسالان خود از افغانستان رقابت کردند. شاگردان اهل‌دین توردیف با حساب بزرگ 4-1 به پیروزی دست یافتند. حساب را در دهه دوم میدانداری عزیزبک حیدر به نفع جوانان ما باز کرد، ولی خیلی زود بعد اشتباه دغل حمایتگران احمد زکریا توازن را برقرار نمود. صادق قربانov در دقیقه 71 مرتبه دوم جوانان تاجیکستان را به پیش برآورد. فتح‌الله دین‌زاده بعد 4 دقیقه حساب را 3-1 کرد. نقطه آخر را نیم حمایتگر تیم ملی سلام اشور محمدов از ضربه جریمه‌ای 11 متر گذاشت. در بازی دیگر همین در ازبکستان با منتخب قرقیزستان مساوی بدون گل بازی کرد. همینطور بعد برگزاری دو دور رقابت‌ها قرقیزستان در زمین اول قرار دارد و تیم ملی جوانان ما با 3 امتیاز یک بازی در مقام دوم. همکنون امشب در دوره رقابت‌های دور سوم جوانان ما مقابل ملی‌پوشان جوان قرقیز عازم میدان خواهند شد. و آخری مذکورات تلویزیونی فوتبال و ورزش ساعت 9 مستقیما منظور دوستداران فوتبال خواهد کرد.